درمان سریع و فورس ماژور ضد تناسلی. با اینا چیه؟ اصلا این داخل این چی کار میکنه؟ اینا چیه؟ یه تناسل باید درمان کنیم با اینا؟ خب میریم سراغ یه راهکار تضمینی و فورس ماژور رو خیلی سریع بتونید از شر این بیماری تقریبا مضحک و یه مقدار اعصاب و روان به همزن راحت بشید. دوستان اولین کاری که باید انجام بدید اینه که سیستم ایمنی بدنتون رو تقویت کنید، حالا با هر روشی که بهتون معرفی کردن. ما معجون پارادایس و معجون ملمداس رو معرفی میکنیم. دومین راهکار، شما روزی 2 مرتبه با روغن درخت چای، روزی 2 مرتبه با روغن کرچک نقطه‌ای که زگیل تناسلی زده رو ماساژ میدید و هر شب یه زماد درست میکنید با ترکیب جوش شیرین و روغن نارگیل. مثل زماد، مثل به اندازه یه نخود در بیاد ماساژ میدید تا جذب بشه. کمتر از 10 روز هیچ اثر دیگه از زائده نیست و درمان برای تقویت کردن سیستم دفاعی بدن هم 3 ماه ادامه بدید و بعد از 3 ماه برین آزمایش بدید. HPV تون منفی شده، برید حالشو ببرید و شارپ بکنید.